آقای حسینی در پایان پیش بینیتون چیه برای آینده ایران؟ فکر میکنید تا چند سال دیگه مردم باید با این آخوندا همزیستی کنن؟ اگه برنامه ریستارت پخش بشه، میلیونی برسه، یعنی برسه بالای 30 میلیون، 25 میلیون، 30 میلیون، پیامامو تو ریستارت من دادم. واقعا خیلی فرق میکنه. دو اتفاق در ایران قراره بیفته، یا فتح مکه یا شاه اسماعیل یکم صفوی. اگر فتح مکه بشه، یعنی حکومت رو تحویل بدن برن، همین الان 1.5 ماه که مسئولین خیلی پولاشون رو خارج کردن. 1 ماه مردم هم نمیدونن. رؤوس 2 درجه 2 نظام و 3 نظام سری پولاشون رو خارج کردن. 2 تا حالت برای آینده ایران من بیشتر نمیبینم. یا فتح مکه است، یعنی چی؟ یعنی کشور رو کامپلت تحویل میدن و فرار میکنن و میرن. و اون 2500 نفری که دستشون به خون آلوده است میگیریم و تحویل قاضی مستقل میدیم، او تصمیم میگیره. نمیذاریم هم خلخالی نامه‌هایی توی راهرو بکشن. اگر کشتن یعنی ما احمقیم دوباره. بعد اینها پاسخگو باشن و ببینیمش. نمبر 2، اگر دولت بخواد دست به قتلی بزنه، حرکت خاصی بخواد بکنه، کشتاری را بیفته، 2000 تا ایرانی بکشه، شاه اسماعیل یکم صفوی میشه. یعنی ده به ده و شهر به شهر این مردم همون تیرای چراغ برق 300,000 تا خانواده بیچاره ایرانی دوباره عزادار خواهند شد. و این وسط هم یه سری بچه بسیجی و بچه سپاهی که به خدا همون 1 میلیون تومان هم بیشتر حقوق نداشتن کشته میشن. همین 2 حالته، یا فتح مکه تحویل میده یا شما قول بهتون میدم. تحویل به کی میده؟ کدوم رهبری هست که بخواد تحویل بگیره؟ کی میخواد تحویل بگیره؟ کشور تصوف ایران خودش رهبر تولید میکنه. رهبر تو خرد میاد بیرون. اگر رهبر تو هیکل بیاد بیرون همون 57 تو لباس بیاد بیرون همون 57 رهبر از خرد جمعی میاد بیرون و خودش داره به وجود میاد. شما مطمئن باشین اتفاق بیفته و ما خواهشمون از جمهوری اسلامی اینه که آقا فتح مکه‌ای عمل کنید، جونتون رو حفظ کنید. به جز چند تا دونه 2000 نفرتون باید تحویل دادشین، بقیه که کاری نکنین، قتل نکردین، که فتح مکه‌ای تحویل بدین. در غیر این صورت من متاسفانه باید به مردم ایران بگم ریستارت خطوط مشخص میکنه. متاسفانه کشتار یا اتفاق خواهد افتاد که راه نجاتی نیست. راه نجات ریستارت، برنامه‌ای که من دارم پخش میکنم. خواهشانم ازشون خواهش میکنم که واقعا از یک شروع کنن گوش کردن، میفهمن که کجاها ایراد داره.